من ریش گذاشتم رفتم مسجد، تو 7 قلم مالیدی رفتی دانشگاه. من کسی رو گرفتم که حاجی میخواست، تو رفتی خوابیدی با کسی که دلت میخواست، بعدش با پولای حاجی پاشدی اومدی خارج. شکم خواهرمو بالا آوردی، از ترس آبرو و شرفمون نکشیدت مثل سگ، دادیمش بهت. بعضی وقتا واسه رسیدن به هدف تصمیم میگیری خم شی. فکر میکنی یکم خم میشم، یک کم دیگه. شیرینی رسیدن به اون چیزی که میخوای اونقدر زیر دهنت مزه میکنه که درد و حس نمیکنی. به ولای علی به ناموس زهرا برگردم ببینم اینجایی، با رودهای خودت مثل سگ دارت میزنم. هر چی میخواد بشه بشه. من و تو دیگه آخر خطیم شازه، آخر خط. آخر خط. الان دیگه بی‌تفاوتم. اون موقع ولی مثلا هر جا میشستم شروع می‌کردم بد و بیرا گفتن. دلیل شخصی اون مسئله خانوادگی مقداری واسه من، اما خیلی این کار به من کمک میکنه که حس کنم. نمیدونم چه جوری، ولی اونایی که مهاجرت کردن میدونن مهاجرت میشه دغدغه اصلیت. موقعیت ناخوشایند بودن 9 تا 12 فوریه لایت هاوس تئاتر، مک‌کوری یونیورسیتی، سیدنی.